کسی کفر کرد به طاغوت، انکار کرد. طاغوت رهبرای ظالم جهان. و یؤمن بالله، و ایمان آورد به الله، یعنی اول کفر به طاغوت است، انکار کردن از رهبرای ظالم است. متاسفانه که مسلمان های کار نمیکنن. هم میره قبول دارم میگه امور قبول دارم. همیاله که ما و شما ذلیل شدیم، از نظام الله ما و شما روی گردانی کرد. کفر به طاغوت نکرد. والله اکثر مسلمان ها کفر به طاغوت نکرد. همین رهبرای ظالم جهان اطاعت میکنن، تعظیم میکنن، فرمانش در زندگی خدا عملی میکنن. به میلیون ها مسلمان زنده باد مرده باد گفته پشت از اینا میدن. الله چه قسم اینا را نجات بده، چه قسم از ذلت اینا را نجات بده. خود مسلمان ها ذلت خریدن، پشت ذلت میدوند، خودشان خود ذلیل کردن. نمیشینن که کتاب الله را یاد بگیرن که چی میگه. نمیشینن که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. امی کلمه را بفهمه که این کلمه چی معنی. این کلمه را شرحش در قرآن است. قرآن را بخونه که چی میگه، باز عمل کنه. فمن یکفر بالطاغوت، کسی کفر کرد، اول کافر منکر شد به طاغوت. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتی متقبل نکن، رنگش، نظامش، چیریش، فرهنگش. و یؤمن بالله، و ایمان آورد به الله، فقط به الله، به وحدانیتش، به فرمانش، به قانونش، به حکمش، به نظامش، یعنی به کتابش، شرح کتاب که حدیث است، به ایمان بیاره. فقد استمسک بالعروة الوثقى، بدون شک یک بر حلقه آهنی محکم چنگ زده. لن انفصام لها، هرگز دیگر جدا نمیشه. شرطش است که فمن یکفر بالطاغوت، کفر به طاغوت. هر رهبر باطل فرار کو از پیشش، نفرت تا اظهار کن، نفرت، نه ای که زنده باد مرده باد بگو. حالا ببینی رهبرای باطل چرا در دنیا ظلم میکنن. انسان ها یا رهبر خود تعیین کردن. والله انسان ها، حتی مسلمان ها، اگه اینا پشت از اینا ندوان، اینا چطور ظلم کرده میتونن؟ تنها میتونن ظلم کنن؟ همین انسان های جاهل، نادان، نافهم، ظالم که به بالای نفس خود ظلم کرده، پشت امیر رهبرای ظالم میدوند. خودشان خود تباه کردن، ملت خدا را تباه کردن. پس چه قسم الله متعال ای تو کسا را نصرت کنه و مدد کنه و کمک کنه. خالق جهان ماندن که قدرت و حاکمیتش مطلق است.
نعمتش هر آن الله برد میده. ای رمان الله را نشناختن، الله را تعظیم نکردن. ما قدر الله حق قدره، تعظیم نکردن الله را به حق تعظیم کردن، نشناختن الله را به حق شناختن. والارض جمیعا قبضته والسماوات مطویات بیمینه. الله میگه این مخلوق مرا نشناخت، تمام زمین در یک قبضه الله است، آسمان ها همهش در دست راست الله میباشه. این تو ذات این انسانی که 2 متر قدش نیست، قوارش است، جانش است، میلیاردها انسان پشت از اون میدن، میلیاردها انسان پشتش میدن. الله چطور این ملت ذلیل نکنه؟ اینطور انسان ها را پشتی تو یک ظالم میدوند، پشتی تو یک خبیث میدوند و از قانونی تو یک خبیث ظالم اطاعت میکنند. چه قسم الله نجات؟ والله که الله غضبناک میشه. خود مردم مصیبت سر خود آورد، راهی که الله برشته این کده او را ماند. خوب میفهمه که این میرا باطل است، میروه، ولی او کسای دیگه هم که میفهمه که راه از اینا باطل است پشتش میدوند. این حال دیگه الله اینا را چطور نجات؟ الله متعال اینا را ذلیل نکنه.